سلام بچه‌ها، چطوری؟ اومدیم با پکمانه 2 تا توپچی داریم اینجا و نفری هم یه دونه کیمدی آبی. هر کی بهتر بازیکن بگیره میتونه کیمدی بنفشو برای خودش برداره. خب بیا سنگ کاغذ قیچی کنیم که کی اول برداره؟ سنگ کاغذ قیچی. من برمیدارم. خب پکو جر میدیم ببینیم توش چیه. بردار توش کیکه یا واقعی؟ من میگم کیک. آخ بازیکن ایرانی مهدی رحمتی اوورال 88. خب دیگه توش چیه؟ دیگه بازیکن امید نورافکن اوورال 73. چه ایرانی؟ برچسب نمیدونم کیه. او رونالدو. برچسب رونالدو و برچسب ارلینگ هالند. خب و برچسبش هم از یه منیجری دیگه. بذار ببینیم دیگه چیزی نداره توش. نه نداره. خب حالا ما میایم اینو جر میدیم. خب و ببین آرا چی داره. آرا داره برچسب وندایک، جمال موسیالا و میلاد محمدی اوورال 84. خوبه. ایرانی چقدر در بردیم ما. اینم که میلاد محمدیه. 2 تا میلاد محمدی گرفتی. عجیب. چرا آقا من فکر دیگه هم میکنم که عکس ارلینگ هالنده که اشاره میکنه که رباطه. خب همه رو در بیاریم. یه دونه برچسب محمد صلاح داریم، یه دونه کیلیان امباپه. او برچسب امضا. نه ببخشید، الکساندر دل پیرو امضا. برگو به امضا گرفتم. از کی؟ الکساندر دل پیرو. برن که به ما شانس نداده. و اون یکیشم ایرانی رضا کیش؟ شکاری. ولی خیلی خوب بود. برچه امضا. اوکی حالا اینم من باز میکنم. چیه؟ خب ببینیم باراد هم شانس رو میکنه یا نه. رضا شکاری. دقیقا یکی من. او یورو. برچسب دنی اولمو یورو. نه برچسب خودشه. ببخشید خودشه. سوتی دادم. سوتی یعنی کارت 90. خب فعلا تا حالا من بهتر گرفتم. قبول داری؟ آره واسه برچسبش حالا ببینیم. بله پکر از برزیل و دپای. خب حالا بریم کیمدی رو باز کنیم. بله. من کیمدی رو باز کنم. کیمدی آرسنال. خب آرسنال کیه؟ دکلان رایس. چیز خاصی اوورال 85. 2 تا برچسبش کیه؟ جک گریلیش و کیمیش. خب حالا ما کارت از آسه میلان. چمپیونز لیگ. کیه؟ آندره نمیشناسم. اوورال 95. خب حالا اینجا خب رئال مادرید. خفنه. چیه؟ کی میتونه باشه؟ خود کارته. امضاشه. اوورال 93. خب برچسب امضا دیوید بکام. اینا مال ای بود. اوورال 92. اینم بابا چرا رئال مادرید؟ گل کیپر کاسیاس از اسپانیا. اوورال 93. خب یکی از منچستر یونایتد آرژانتینی و نمیدونم کارلوس توز. بله اوورال 88. خب به نظرت کدوم کی بهتر گرفته؟ فیلم مردم به نظرت کدوم کی بهتر گرفته؟ خب بیا یه جمع بزنیم. باش ببین من یه دونه 88 دارم، یه دونه 73، یه دونه 84. خب یه دونه امضا دارم که تو هم یه دونه امضا داری. اینا برابر. من 4 تا برچسب خفن دارم نسبتا میشه گفت. من وندایک خوبه. این خوبه. دیوید بکام. پیکر. آره اینا خوبه. آره من این خوب بود.
اینم خوبه. اصلا یه کار مساوی جفتمون واکنیم. یه کارتش برات یه کارتش بر من. آره. اوکی. خب بذار من باز. اوکی بازش کن. ببینیم چیه. من نه فکر کنم سیسیه. خب. اوکی. درود. چیه؟ نه 80 چیزی خاصی نیست. صد یورو 100 گرفتیم. برچسب امضای اون. برچسب امضای وینیسیوس جونیور. برچسب امضاش بابا. بچه‌ها نگاه کنید هم این هم برچسبش. این هم نگاه. کارلوس تevez 100 گرفتیم. یورو. آره. آقا اینو ما به بچه‌ها میفروشیم. میرسم. نه یا نگه میدم یا میفروشیم دیگه. تو بک‌گراند وینیسیوس جونیور با امضاش. امضای وینیسیوس جونیور 93. رودیگر 100 رو تونستیم پک کنیم از یورو 2024. آنتونیو رودیگر 100 یورو. کلات برو سرش دیگه. خب من 1 2 3 من 4